جان هم دل و هم سو هستم. و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. شما سوال فرمودید، عملیات پیش دستانه در دستور کار ما قرار نداره. ما خواهان جنگ نیستیم، ولی برای جنگ آمادگی کامل داریم. حتی آماده تر از قبل از جنگ قبلی هستیم و علتش هم روشنه. بهترین شیوه جلوگیری از جنگ آماده بودن برای جنگ هست و اینکه دشمنان ما مجدداً دچار سوء محاسبه نشوند.